به نام خدا. میخوایم راجع به موضوع خودشیفتگی یه سلسله کلیپ هایی رو براتون توی یوتیوب بارگذاری کنیم. چرا میخوایم از این موضوع فیلم بذاریم براتون؟ به خاطر اینکه این روزها تو جامعه جهانی، نه فقط در ایران، ما درگیر این موضوع هستیم. ما ممکنه یک همکاری داشته باشیم با ویژگی خودشیفتگی، یک مادر، یک همسر، یک دوست و یا یک همسایه حتی که باعث بشه که روابط ما رو به چالش بکشه. احتمالا شما راجع به خودشیفتگی زیاد خوندید، شنیدید و یا دوستانتون بالاخره جایی روایت کردن و یا خودتون یه جایی مثلا در ارتباط با یه آدمی متوجه موضوع شده باشید. اما برای اینکه ما بتونیم این سلسله کلیپ‌ها رو داشته باشیم، من از ابتدا از تعریف خودشیفتگی شروع می‌کنم و بعد میریم سراغ انواعش و اینکه ببینیم این خودشیفتگی در چه خانواده‌هایی شکل می‌گیره، تاثیرش روی همسر چیه، ویژگی‌هاشون چه شکلیه در ارتباط با موضوع عشق و یا همچنین در ارتباط با فرزندان و همینطور حالا سایر ارتباطاتی که ما داریم. افراد خودشیفته خیلی خودبرتربین هستن. خودبرتربینی به این معنی که خودشون رو نسبت به دوستان، نسبت به فامیل، نسبت به حتی همسر و یا حتی جایی در ارتباط با فرزندان بالاتر، بهتر و همه چیز دانتر و به اصطلاح موفق‌تر در نظر میگیرن. به خاطر ما به اینها میگیم که خودبرتربین. یه ویژگی دیگه که اینها دارن اینه که همدلی کافی رو با دیگران ندارن. یعنی نمیتونن خودشون رو جای دیگران بذارن، احساسات دیگران رو در نظر بگیرن، مسائل، مشکلات و شرایط دیگران رو بتونن اونطور که هست درک بکنن. از ویژگی دیگری که این افراد دارن، نه تنها به دیگران کردیت نمیدن، اعتباری نمیدن که اعتبار میخوان. یعنی به کسی تایید نمیدن ولی خودشون خیلی تایید خواه هستن. از ویژگی دیگری که اینا دارن، خیلی حسودن. به موفقیت‌ها، پیشرفت، زیبایی و داشته‌های دیگران به شدت حسادت می‌کنن تا جایی که ممکنه حتی علیه اون آدم یا آدم‌ها خرابکاری بکنن. و خیلی اهل رقابت هم، منتها نه رقابت سالم که بسیار ناسالم، به خاطر همون بحث حسادتی که دارن. یعنی تا جایی که ممکنه پاشون رو سر دیگران بذارن و به خاطر اینکه بقیه رو بندازن پایین و اونها موفقیت لازم رو به دست نیارن، میخوان خودشون بیان بالاتر، از هر راهی که شده میخوان به اصطلاح به اون پیشرفت یا موفقیت دسترسی پیدا کنن. از دیگر ویژگی‌هایی که این افراد دارن که خیلی سودجوان، بهشون میگن استثمارگر. یعنی حق و حقوق دیگران رو اونطور که باید و لازم هست پرداخت نمی‌کنن تا خودشون به منفعت بیشتری برسن. خیال بافی‌های توهمی دارن، یعنی راجع به موفقیت خودشون، راجع به زیبایی خودشون، راجع به خانواده خودشون تا جایی که ممکنه منجر به دروغگویی و تحریف واقعیت بشه. بسیاری از مواقع ممکنه این افراد مغرور و متکبر و از خود راضی در واقع شناخته بشن. توی جمع‌ها، توی مهمونی‌ها و هر کسی رو لایق گفتگو، دوستی و مناسبات خودشون نبینن. گرچه ممکنه یه دسته هم تو این افراد وجود داشته باشه که خیلی هم جانم چشمم باشن، خیلی کف پای مردم بیفتن که حالا راجع به دسته‌بندی‌های اینها من جلوتر براتون میگم. اما آیا هر خودشیفتگی واقعاً بیمارگونه و غیر عادیه یا نه؟ اگه ما بیایم به اصطلاح در یک پیوستار افراد عادی رو با افرادی که به اصطلاح تو بحث خودشیفتگی مشکل دارن بخوایم در نظر بگیریم، این طیف یا این پیوستار به این شکل میشه که این بر پیوستار ما یه سری از افرادی داریم که در واقع خودشون رو اصلا نمیبینن یا یه جورایی میتونیم بگیم خودآزارگرن، مراقب خودشون نیستن، خود تنظیمی ندارن و بیزارن از خودشون، اینطوری باید بگیم. هرچی این طیف رو میایم جلوتر میرسیم به یه به اصطلاح نقطه میانگینی از این پیوستار که بهش میگیم خوددوستاری سالم، که توی خوددوستاری سالم ما یه خودشیفتگی مثبت رو میبینیم که خب کسی که تو این محدوده هستش آدمیه که خب مراقب شخص خودش هست، مراقب زندگیشه، مراقب سلامتیشه، مراقب روابطشه، نه به کسی آسیبی میزنه، نه اجازه میده کسی بهش آسیب بزنه. و از این طرف وقتی میریم جلوتر میرسیم به بحث اون
خودشیفتگی مرضی یا پاتولوژیک. موضوع در واقع مباحث ما خودشیفتگی پاتولوژیک یا مرضی یا بیمارگون هست. ما در کلیپ‌های بعدی قراره راجع به انواع خودشیفتگی ها بگیم، ولی برای اینکه ما بتونیم انگیزه و انرژی بیشتری رو برای ساختن این کلیپ ها داشته باشیم، لطفاً ما رو حمایت کنید، سابسکرایب کنید تا ما بتونیم این کلیپ ها رو برای شما آماده کنیم. متشکرم.